سلام، من مهسانم و اینجا جایی برای شنیدن صدای درون. توی این پادکست قراره با هم به دنیای آرامش و خودشناسی سفر کنیم. اپیزود شماره 1. سلام به تویی که الان اینجا هستی. من مهسانم و اینجا صدای درونه، جایی برای شنیدن چیزایی که شاید توی شلوغی‌های زندگی کمتر فرصت کنیم بهش گوش بدیم. صدای آرامش، صدای درونمون. امروز میخوام باهات درباره یه سوال ساده حرف بزنم. آرامش واقعی از کجا میاد؟ اگه از خیلیا بپرسی میگن وقتی همه چیز خوب باشه آروم میشی، وقتی پولم بیشتر شه، وقتی کارم بهتر شه، وقتی یه سفر برم، وقتی کسی که دوستش دارم کنارم باشه. همه اینا قشنگ، لازمه، خوشحال کننده است. اما واقعیت اینه که آرامش واقعی رو از بیرون نمیشه آورد. آرامش واقعی یه حس درونیه، مثل یه شعله کوچیک که باید یاد بگیریم خودمون روشنش کنیم و مواظب باشیم خاموش نشه. میدونم شاید بگی آخه من وقتی دغدغه مالی دارم چطور آروم باشم؟ یا چطور وقتی کلی مشکل دارم آرامش داشته باشم؟ حق داری، ولی آرامش یعنی با همه این شلوغی‌ها بتونی وسط سر و صدا یک گوشه خلوت توی ذهنت درست کنی. من یاد گرفتم آرامش تمرین میخواد، درست مثل ورزش کردن. یکی از ساده ترین تمرینایی که همیشه کمکم کرده نفس کشیدنه. همین حالا که داری منو میشنوی امتحانش کن. یه نفس عمیق بکش، نگهش دار، آروم آروم بده بیرون. حس کن چطور هوای تازه میره توی ریه‌هات و انگار یه ذره از فکرای سنگین رو با خودش میبره بیرون. یه تمرین دیگه که به آرامش درونی کمک میکنه نوشتنه. شاید خنده‌دار باشه، ولی وقتی چیزی که ذهنتو شلوغ کرده رو مینویسی انگار یه تیکه از بارش رو میذاره روی کاغذ و دیگه مجبور نیستی همش رو توی ذهنت نگه داری. یه چیز مهم دیگه اینه که حواسمون به صداهایی که میشنویم باشه. اگه همش اخبار منفی، غر زدن یا حرفای ناامید کننده باشه، ذهنمون ناخودآگاه پر از ترس میشه. اما وقتی به صداهای آروم کننده گوش میدی، مثلا یه موسیقی ملایم، صدای طبیعت یا حتی یه پادکست مثل همین، ذهن یاد میگیره که لحظه‌ای آروم بگیره.
شاید باور نکنی ولی حتی یه پیاده روی کوتاه توی طبیعت میتونه کلی آرامش بیاره. لمس باد، صدای برگ ها، دیدن آسمون زیبا، این چیزا ساده‌ان ولی معجزه میکنن. یه چیز دیگه که همیشه به خودم یادآوری میکنم اینه که آرامش یعنی پذیرش. گاهی لازمه بپذیری که نمیتونی همه چیز رو کنترل کنی. گاهی لازمه بپذیری که نمیتونی همه چیز رو کنترل کنی. پذیرش یعنی قبول کنی که بعضی چیزا خارج از دست توئه و قرار نیست همه چیز کامل باشه. اگه همین الان داری به من گوش میدی، من ازت یه خواهش دارم. امشب قبل از خواب فقط 2 دقیقه چشمات رو ببند. نفس عمیق بکش و هر فکری که میاد رو بدون قضاوت رد کن. قول نمیدم همه مشکلاتت حل بشه، ولی مطمئنم ذهنت آرومتر میشه. یادت باشه آرامش یعنی یاد بگیری با خودت مهربون باشی، خودتو قضاوت نکنی، به خودت فرصت بدی، با همه ضعفات خودتو بپذیری، چون تو همونی هستی که باید باشی. تو لایق آرامشی. مرسی که این چند دقیقه رو کنار من بودی. امیدوارم این صدای کوچیک توی دل روزت یه جرقه باشه برای ساختن آرامش واقعی از درونت. اگه این پادکست رو دوست داشتی، ممنون میشم به یکی از دوستات که شاید امروز بیشتر از همیشه به آرامش احتیاج داره معرفیش کنی. تا اپیزود بعدی با خودت مهربون باش و یادت نره هر لحظه میتونه شروع آرامش باشه.